دوره IAP Independent Activities Period at MIT. ماه ژانویه عملا در MIT کلاسی برگزار نمیشه، یعنی بین دو ترم پاییز و ترم بهار که یک ماه فاصله هستش که اساتید، دانشجوها، کارکنان، کسایی که به یه نحوی به MIT مرتبط هستن مثل همسرای دانشجوها و کارکنان میتونن توی یه سری دوره‌هایی شرکت بکنن و میتونن خودشون هم دوره‌هایی برگزار بکنن. دوره‌های متنوعیه. بذارید یه نگاهی بهش بکنیم به صورت خیلی سریع. Browse by listing. خب حالا به صورت نمونه من چند تاشو بگم. این سال 2014 که عملا هفته آینده این دوره‌ها برگزار میشه. AI and Robotics، روباتیک و هوش مصنوعی، Academic Skills، اینکه نحوه نوشتن CV، نحوه ارائه مقاله، نحوه صحبت کردن، کلاس‌های هنری، کلاس‌های ورزشی، گشت و گذار تو بوستون و کمبریج، کریرز و نحوه کاریابی. بعد در مورد نرم افزارهای مختلف اگه شما بخواید یاد بگیرید، در مورد الکترونیک بخواید یاد بگیرید. پارسال من یه دوره شرکت کردم، ساخت رادار، چیز جالبی بود. ساخت راداری بودش که تا 50 متر شما میتونستید اجسام و اشیایی که حرکت میکنن رو ببینید. 3 نفر گروه‌های 3 نفره میشدیم و هر تیمی هم هولوش $700 پول داشتش که بتونه قطعات مختلف رو بخره و قطعات الکترونیک رو سر هم بکنه. به هر حال چیز جالبی بودش. دوره‌های دیگه دوره‌های مهندسی هست، دوره‌های فیلمسازی و حتی در مورد فود، در مورد غذاهای مختلف، آشپزی، زبان‌های خارجی، تعلیم زبان‌های خارجی. دیگه اجازه بدید جالبش در مورد ادبیات، دوره‌های فلسفه و موسیقی و به همین شکل تا انتها اینا دوره‌هایی که برگزار میشه. حالا جاهایی هم که این دوره‌ها رو برگزار میکنن جالبه، اسپانسرایی که برگزار میکنن اکادمیک دپارتمنت‌ها هستن، دپارتمان‌های مختلف اینو برگزار میکنن. ممکنه بعضی لبا باشن، لینکن لب مثلا یکی از لبای بزرگ MIT هستش که این دوره‌ها رو یه سری اونجا برگزار میکنه. گیم لب و سنترهای مختلف تو MIT برگزار میکنن. گروه‌های دانشجویی بعضی از این دوره‌ها رو برگزار میکنن. حتی به صورت مجزا هم افراد خاصی بدون اینکه هیچ وابسته خاص باشن به جایی میتونن بیان این دوره‌ها رو برگزار بکنن. 2-3 ماه قبلش ایمیلی میزنن و میپرسن که کسی علاقه‌مند هستش یا هنری داره که بخواد عرضه بکنه و فکر میکنه که کسایی باشن که بتونن استفاده بکنن. پروپوزال میدن و کسایی که قبول میشن میتونن بیان این دوره‌ها رو برگزار بکنن. یکی از این دوره‌های جالبشون یه دوره شیشه‌گری و سفالگری دارن که خیلی اینجا جالبه براشون و شرکت میکنن. حالا بیاید خودتون سر بزنید. این توی لینک بالا اینجا دیده میشه، توی لینک بهش سر بزنید.